شاخ گل برنامه شماره 283. ای که با دلشدگان بر سر ناز آمده ای، ای که با دلشدگان بر سر ناز آمده ای، از پی سوختن کیست که باز آمده ای؟ تکیه بر لطف تو داریم که از روز ازل بی نوا پرور و بیچاره نواز آمده ای. گر نداری سر خونریزی ما سوختگان، از چه با چهره افروخته باز آمده ای؟ سه بیتی که انشاد شد از غزلی است شیوا که سراینده آن از شاعران به نام قرن 13 است. تخلص این سراینده هماست و به همای شیرازی مشهور. رضا قلی خان هدایت صاحب مجموع الفصحا درباره‌اش می‌نویسد: مصاحب فقیران است و گریزان از خدمت امیران، با زیبا رویان نظربازی کند و با غزالان غزل آغازی نماید. غالباً در سلک درویشان و کسوت ایشان است. به ترک باده به مفتی 1000 عهد ببستم، به ترک باده به مفتی 1000 عهد ببستم، ولی چو بوی گل آمد نهفته توبه شکستم. خدای را مشکن عهد من که رشته الفت گسستم از همه کس تا به تار زلف تو بستم. اگر چه نیست تو را عهد و پایدار نماند، ولی به عهد تو من پایدار بودم و هستم.
غرض از کون و مکان گر رخ جانانه نبود، مسجد و میکده و کعبه و بتخانه نبود. سوخت پروانه صفت جان به ره دوست هما، شمع را آگهی از سوزش پروانه نبود. نشان زلف دلبری ز بخت من سیه تری، بلا و غم سراسری تیره هم چون کنی به هجر یار من حدیث روزگار من، بری ز کف قرار من جانم از غم کاهی
دمی نیاسودم به سیل اشکم گواهی چه خواهی ای سوخت پروانه صفت جان به ره دوست هما، شمع را آگهی از سوزش پروانه نبود. شاخ گلی که نثار شد شماره 283 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان قوامی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از همای شیرازی شاعر قرن 13، آهنگ در مایه دشتی از آقای مجید وفادار، ترانه از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.